بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من ابوبکر هستم از تاجیکستان زنگ میزنم. ابوبکر برادر عزیز از تاجیکستان، بفرمایید. از برنامه خوبتان خیلی خوشحالم و خیلی لذت بردم. واقعا یک گروه جوانای ما در اینجا نشستیم و برنامه خوبی شما را تماشا میکنیم. زنده باشید. و سلام از من این جوانانی در اینجا نشستن با استاد مولانا عبدالقدوس دهخان و با شما استاد. علیکم و علیه السلام. شما پیشوان ما هستید. انشالله ما شما را دوست داریم. انشالله الله شما را دوست دارد. و من خواهش دارم هفته گذشته از من فرزند به دنیا آمد، نامش را با نام عبدالقدوس دهخان گذاشتم و میخواستم از استاد عبدالقدوس دهخان که در حق فرزند ما دعا کند که چنان مثل عبدالقدوس دهخان چنان پیشوا خدمتیار در راه دین باشد. انشالله. ورزقت بالروح ان شاء الله. جزاک الله خیرا کثیرا. زنده باشید. خداوند یار و مددگار شما. سلامت باشید. تشکر از برادر عزیز و گرامی ابوبکر از تاجیکستان و سلام به همه دوستانی که در کنار شما هستند. تشکر از تماس شما. خدا نگهدار.